بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مبارزه یک بخش بسیار مهم تکواندو است و اگر بخش مبارزه با قوت و با مهارت اجرا شود زیبایی های بسیار خوبی را داره و مبارزه تکواندو باید بسیار زیبایی داشته باشه. تکواندو ITF برای بار اول در سال 1352 توسط یک استاد آمریکایی به نام آقای فیلیپ کینگم در افغانستان شروع شد که اونا در پانتون کابل تمرین میدادند و بعدا شاگردان را توانستند اونا تا به درجه کمربند بسیار رسیدند و بعد از او شاگردان تربیت کردند در عرصه تکواندو که فعلا تعداد تکواندوکاران ITF که تنها در بخش انجمن ما عضویت دارند بیشتر از 1000 نفر می باشند در ولایات مختلف و همچنین در کابل. در مسابقات تاجیکستان تیم ITF افغانستان توانستند که برای بار اول در مسابقات ITF بیرق افغانستان در اهتزاز بیارند و دومی که از اونجا تجربه بسیار خوب آوردند و در ضمن یکی از تکواندوکارای ما از اونجا یک مدال برنز آوردند. ما 2 مدال افتخاری از طرف فدراسیون تکواندوی تاجیکستان با ما اعطا شد و در ضمن در اونجا 4 کشور اشتراک داشتند و همچنین در مسابقات ازبکستان 5 کشور اشتراک داشت که از اونجا هم ما تانستیم یک مدال برنز بیاریم. در مسابقات هندوستان تیم 10 نفری اشتراک کرده بودند. دستاورد بسیار بزرگ همین بود که معلم بزرگ یا گراند ماستر لیونگ وای منگ یک سمینار بین المللی دایر کرده بودند پیش از اینکه مسابقات دایر شود و تمام اعضای تیم ITF افغانستان در او سمینار اشتراک کردند و تجارب بسیار بلند و بالای تکنیکی از اونجا آوردند و در مجموع تا به حال ورزشکارای ما از بخش مبارزات خود 4 مدال به افغانستان آورد. اولا انجمن ملی تکواندو افغانستان من حیث یک انجمن راجستر شده فدراسیون بین المللی تکواندو افغانستان اولین انجمن راجستر شده و ما من حیث عضو نماینده فدراسیون بین المللی در افغانستان ما این مسئولیت خود میدانم که بتانم ITF در المپیک افغانستان ثبت راجستر شود. ما چند قبل با محترم محمد انور جگدلک رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان هم صحبت داشتیم که اونا با ما وعده کردند که با آینده بسیار نزدیک ما ITF ثبت راجستر کمیته ملی المپیک افغانستان بشیم. و دیگه پلان‌های ما همیشه که ما بتانیم متحدانه عمل کنیم، تمام ITF کارهای افغانستان دور هم جمع شوند و متحدانه عمل کنند، استراتژی‌های خاصی داشته باشند که ما بتانیم در مسابقات بین المللی بهترین افراد که شایستگی دارند اونا را انتخاب کنیم تا اونا بتانند از وطن و طور بسیار خوب نمایندگی کنند و افتخارات را با وطن. قلباً از جناب محترم شما از کریفتم تشکری میکنم با همکاری های دائمی که داشتین. تلویزیون نوین ما که به نام تلویزیون نورین است تشکیل شده، یک قدم بسیار مثبت است در تمام عرصه‌های زندگی و اجتماعی مردم ما، مسائل سیاسی و ورزشی و ما بسیار زیاد آرزوی موفقیت میکنیم برای شما، برای تلویزیون نورین آرزوهای خیر میکنم.
از جمله مسابقات مذکور میتوان از مسابقات میان تیم‌های افغانی و تیم‌های مالیزیایی، همچنان تیم‌های جرمنی و پاکستان نام برد که در سال 1996 در کراچی دایر گردید. اعضای انجمن توانستند با به دست آوردن 9 مدال طلا حایز مقام اول گردیده و بیرق افغانستان را در سند پاکستان به اهتزاز درآورند و افتخار بزرگی را برای انجمن و وطن عزیز ما افغانستان کسب نمایند. همچنان در سال 1996 محترم شیرزی به صفت رئیس انجمن ملی تکواندوی افغانستان و نماینده فدراسیون بین المللی تکواندوی ITF در یک سمینار 10 روزه بین المللی تکواندو که در دهلی هندوستان برگزار گردید از طرف ITF و انجمن تکواندوی هندوستان دعوت شد. سمینار مذکور توسط آقای لیونگ وی منگ، نماینده با صلاحیت و مشاور تکنیکی ITF، ماستر بزرگ و معلم بین المللی تکواندو، با معاونیت آقای بی راجندران رئیس انجمن تکواندوی هندوستان رهبری گردید. بعد از ختم سمینار محترم شیرزی با کسب تکنیک های نوین تکواندو به افغانستان برگشت کرد. چون انجمن ملی تکواندوی افغانستان رسما توسط ITF، فدراسیون ها و انجمن های ملی و بین المللی کشورهای مختلف شناخته شده است، بنان از اعضای این تیم همه ساله جهت اشتراک در مسابقات بین المللی و تورنمنت ها، سمینارها و امتحانات تکواندو دعوت به عمل می آید. خوشبختانه از اثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر مسئولین انجمن، سمینار بین المللی تکواندو توسط معلم بزرگ دارنده درجه دان 9، معاون ارشد فدراسیون بین المللی تکواندوی ITF و رئیس انجمن ملی تکواندوی ITF کانادا از تاریخ 14 الی 16 حمل 1383 مصادف با 2 الی 4 اپریل سال 2004 میلادی در شهر کراچی پاکستان دایر گردید. بعد از ختم سمینار 31 تن از اعضای انجمن امتحان ارتقایی را سپری نموده که موفق به دریافت درجات مختلف دان 1 الی دان 4 از فدراسیون بین المللی تکواندو یا ITF شدند. هنر تکواندو بالای فلسفه اخلاقی، معنوی و نظام‌های روحانی که توسط آنها بشر می‌تواند با هم با یکدلی و هماهنگی زیست نمایند اساس گذاشته شده است. نمونه‌های هنری یعنی فرم‌های تکواندو از اهداف زندگی و کارهای برجسته مردمان بزرگ تاریخ یعنی تاریخ کره جنوبی، نظام مشهور و رهبران حقوقی، آنهایی که هرگز به حقوق دیگران تجاوز نکرده و در عین حال شجاعانه مبارزه کرده و خود را به خاطر دفاع از سرزمین آباییشان در مقابل دشمنان متجاوز قربانی کرده اند سرچشمه می‌گیرد. بر همین اساس هنر تکواندو نباید هیچ وقت و تحت هیچ گونه شرایطی به خاطر مقاصد خودپسندی، تجاوز، زور و یا اهداف تجارتی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. با تاریخ 22 مارچ 1966 جنرال چوی هانگ هی مؤسس و بنیانگذار هنر تکواندو با تأسیس و بنا نهادن فدراسیون بین المللی تکواندو یا ITF آرزو و خواستای دیرینه خود را به صورت واقعی درآورد و با موافقت و تایید 9 انجمن ملی تکواندو چون انجمن‌های ویتنام، مالزیا، تاریخ 22 مارچ 1966 جنرال چوی هانگ هی مؤسس و بنیانگذار هنر تکواندو با تأسیس و بنا نهادن فدراسیون بین المللی تکواندو یا ITF آرزو و خواستای دیرینه خود معرفی بهتر این هنر به کشورهای کمونیستی و جهان سوم مقر در ITF از کانادا به کشور اتریش شهر ویانا انتقال داده شد. از تأسیس تا کنون یعنی در طول 38 سال گذشته فدراسیون بین المللی تکواندو به طور حیرت انگیز با یک سرعت بی‌نظیر و به طور غیر قابل مقایسه با دیگر هنرهای رزمی پیشین در سراسر جهان گسترش و توسعه یافت و به مثابه یک تکنیک کامل سپورتی عرض اندام نمود. تورنمنت های ملی و بین المللی و مسابقات جهانی تکواندو
به طور منظم توسط فدراسیون بین المللی سازماندهی و راه اندازی می گردد. اولین مسابقات بین المللی تکواندو در سال 1974 در شهر مونتریال کانادا با اشتراک 450 ورزشکار از 27 کشور مختلف جهان دایر شد. مسابقه مذکور سیستم مبارزه مسئول تکواندو یعنی ITF را برای جهانیان معرفی نمود. جای بس و خوشی و افتخار است که هنر تکواندو در آن عصر کاملا درست و صحیح چون تکواندوی امروزی بود. از آن بعد تاکنون مسابقات جهانی تکواندو به طور منظم و با مقام و پرستیژ عالی دایر گردیده است. جمهوری دموکرات مردم کوریا سالن بزرگ و باشکوه را منحصراً برای تمرین تکواندو به طور عرفی و سنتی اعمار و برای ورزشکاران هنر تکواندو اهدا نمود. مراسم بازگشایی سالن مذکور در سپتامبر 1992 در پیونگیانگ در موقعی صورت گرفت که هشتمین مسابقات جهانی تکواندو نیز در آن سالن با اشتراک 644 ورزشکار از 67 کشور جهان برگزار گردید. قبل از برگزاری نهمین مسابقات جهانی تکواندو، دهمین کنگره فدراسیون تکواندو یا ITF به وقوع پیوست. در کنگره مذکور روی بعض موضوعات مهم و اساسی در ارتباط به سیستم اداری و انکشاف ITF در آینده بحث و تصامیم اتخاذ گردید. امروز ITF با داشتن بیش از 140 کشور عضو با اضافه تر از 40 میلیون تکواندوکار فخر نموده و به خود می‌بالد.